مامان عذر میخوام. بیا داخل ببینم. بیا داخل. شنتیا میشینی تو اتاقت به کارهای بدت فکر میکنی، دست به PS5 بهت نمیزنی، از در اتاق هم بیرون نمیای تا تنبیه بشی دیگه این کارو تکرار نکنی. مامان عذر میخوام. نه هیچ عذری موجه نیست شنتیا. هر کاری با من میکنین بکنین، فقط منو تو اتاق حبس نکنین. ثابت شد دیگه نمیتونم مامان، این بدترین تنبیه برای منه. شنتیا سراتو بیار پایین. شما نمیدونی چه ضربه‌ای به روح و روان من میزنی با بستن در اتاق. شنتیا تو باید تنبیه بشی تا این کار بدتو تکرار نکنی. فهمیدی جلوی خاله پا دراز میکنی؟ ببخشید. فهمیدی این کارت خیلی بد بود. برو تو اتاقت بشین. کی میخواد این تنبیه رو تحمل کنه؟ خدا چجوری PS5 بازی نکنم آخه؟ مامان عذر میخوام. ساری مامان عذر میخوام. بیشتر از 10 دقیقه است که من تو اتاق تنها نشستم. شما اگه بدونید این تنبیه شما چه تأثیری تو روح و روان و آینده من داره، هرگز این کارو با من نمی کردین. بس من طاقت این تنبیه رو دیگه ندارم مامان. میدونم فکر میکنی من خوشم میاد. حاضرم همه چیمو بدم ولی این تنبیه تموم شه. میدونم شنتیا مامان تو کار بدی کردی و باید تنبیه میشدی مامان. میدونم و عذر میخوام الان مامان. بیا اونور مامان، دیگه این کارو نکن باشه. قول میدم که دیگه تکرار نشه. بدترین تمرین عمرم بود. میدونم منم سختم، دوست ندارم تنبیه کنم، ولی تو باید حرفمو گوش کنی مامان. اوکی. آفرین مامان، دیگه قول میدم تنبیه نکنم به شرط اینکه حرفمو گوش کنی. ساری. بیا بریم اونور. بله مامان. من ته خوابه ندونی مامان، امکن نشوفه خلاف کن. جا خالی دنی؟ جا خالی دایی؟ نمیدونم که من جا برفا! من دیگه جا خالی نمیدونم. جا خالی نمیدونم! یعنی افشین خدا شاید حتی بار دیگه یا ببینیم یا بشنوم این محمد امکه چرخ بایتی انقدر زنبه که دیگه نتونی را بوری افشین. چشم مامونی. ازو چه دوندی؟ بگو مباش! این چجوری در بیاریم؟ برو مثلا روان آورده که من خواهم ببین در بیارم. برو من دست نه بالا پایی نکنی ها. آموزه خودش هم من در میام صافت در بیاد.